Ayatollah Khomeini says, "Death to America is not a slogan, it's a policy." Can you imagine that? This is who people are speaking about coming to terms with, understanding, making a peace treaty with. Their policy is death to America. Hear it in his own words. نیست صرفاً این یک خط مشیه. علتش هم همین است که گفتم آمریکایی ها سالهای متمادی از سالهای میانی دهه 20 آخر دهه 50 30 سال در ایران هر کار توانستن علیه ملت ایران کردن، هر جور توانستن ضربه زدن، از لحاظ مالی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ علمی، از لحاظ اخلاقی. اگر حمایت آمریکا نبود، اگر پشتیبانی‌های تسلیحاتی آمریکا نبود، دولت فاسد جعلی دروغین رژیم صهیونیستی در همون هفته اول از بین رفته بود، بر افتاده بود. آمریکایی‌ها پشت اینها قرار دارن. تو همین کشورهای غربی He says exactly what he stands by. Death to America is their policy. Can our American ears hear this?